سلام. دوست دارم از همپیوند بیشتر بدونم چیکار میکنید؟ ما یه شتاب دهنده هستیم، بیشتر تو حوزه فناوری اطلاعات فعالیت داریم و طرح‌ها و ایده‌هایی که برامون جالب باشه اونا رو ازشون حمایت میکنیم. یعنی یک اکسلراتور هستید؟ بله بله. چه ایده ها و چه قسمتی رو تارگت کردید؟ چه استارتاپی به درد شما میخورن که بیان پیش شما؟ ما عملا ایده‌هایی که توی حوزه فناوری اطلاعات فعال باشن ولی چند تا ویژگی داشته باشن و خیلی برامون جالبه که روش سرمایه‌گذاری بکنیم. اولا اینکه هزینه‌های اولیه و سرمایه اولیه خیلی زیادی لازم نداشته باشه ولی در عین حال خیلی برد داشته باشه. دومین موضوعش اینه که تیمی که اینو به ما پیشنهاد کنه خیلی تیم قوی و کاری باشه. یعنی عملا ما کسی که فقط بیاد صرفا ایده رو به ما بده بعد بگه شما یه تیم برام پیدا کنید فلان، این اصلا قبول نمی‌کنیم. ما چند وقت اکسلراتورتون شروع به کار کرده؟ ما رسما هولوش 2 ماه است که فعالیت داریم ولی عملا یه سالی است که روی این موضوع داریم فعالیت می‌کنیم. و شرایطتون و شیوه جذب تیماتون به چه صورتیه؟ چند درصد، چه پولی، چه جوریه؟ ما 2 تا رویداد توی سال برگزار می‌کنیم. توی هر رویدادمون سعی می‌کنیم شرکت خوب رو جذب بکنیم. یه درصدی از سهمشون که فعلا استانداردش 15% ولی میتونه بالا پایین بشه رو ازشون میگیریم و یه سری خدمات و سرویس‌ها در اختیارشون قرار میدیم. خدماتمون خدمات حقوقی، مالی و تجهیزاتی، فضا و علاوه مشاورای منتوری است که در اختیارشون قرار میدیم. بسیار عالی. چشم اندازتون رو چی می‌بینید؟ 5 سال دیگه کجاست همپیوند؟ والا ما دیدگاهمون این بود که سالی حداقل 20 تا استارتاپ جذب بکنیم که توی این 20 تا استارتاپ حداقل به 40% موفقیت برسیم. مدل درآمدی اکسلراتور شما دقیقاً به چه سبکه؟ ما 3 تا مدل داریم. یکی این که یه درصدی از سهام استارتاپ ها رو میگیریم 15%. بعد بین 5 تا 100 میلیون تومان هزینه، البته همش نقدی نیست و سرمایه‌ای هم هست. بعد در قالب این مبلغی که این سهامی که ما میگیریم میتونیم تو دوره‌های داوریمون این سهاممون رو بفروشیم یا اینکه سهمو نگه داریم از درآمد استارتاپ اون بخشی که سهم ما هست استفاده بکنیم. بسیار عالی. بهم بگید دقیقاً چه کسایی مشتری شما هستن؟ چه استارتاپ‌هایی سمت شما بیان؟ تیم‌های جوان و کاری، بیشتر نرم افزار و خدمات. بسیار عالی. از حوزه از منتورها یا کسایی که دخیلن تو این اکسلراتور اگه دوست داشته باشید میتونید نام ببرید، ما خوشحال میشیم. والا دوستان هستن ولی حالا اگر اجازه بفرمایید بعداً توی سایت هم قابل ملاحظه است برای دوستان. تو سایت همپیوند اعضایی که ما مجوز داریم اسمشون پخش کنیم اونجا هستن. بسیار عالی. به عنوان یک فعال استارتاپی و که به این حوزه حالا اکسلراتور و شتاب دهنده ها ورود کردید، بزرگترین چالش خودتون یا جامعه استارتاپ ایران رو تو چی می‌بینید؟ چالشی نمی‌بینم، این که الان تازه شروع کرده ایران دیگه. یعنی اون چالش استارتاپ‌ها که سال 2005 تو آمریکا، 2010 تو اروپا شروع شده، تازگی‌ها تو ایران داره شکل میگیره، پا میگیره و عملاً اول راه و موفقیت خیلی خوبی هم توش من می‌بینم. متشکرم از تایمی که به ما دادید. خدمتتون قربان شم.